آره، به نظر میاد که نباید هیچ کتابی در مورد عشق بخری، چون عشق یه چیز طبیعی و خود به خودیه. تو عاشق میشی، نمیتونی با فکر کردن عاشق بشی. عشق یه واکنش شیمیاییه، نه یه تصمیم حساب شده. ولی خب، الان داری این کتاب رو میخونی چون دنبال عشقی و تا حالا این موضوع برات جور در نیومده. حقیقت اینه، عشق یه غریزه طبیعیه، ولی دوستیابی اینطور نیست. ما با دانش انتخاب شریک مناسب به دنیا نمیاییم. و یعنی من اصلا شغلی نداشتم. من لوگان اوری، یه مربی دوستیابی و یه کارشناس روابط هستم. توی دانشگاه هاروارد روانشناسی خوندم و سالها رفتارهای انسانی و روابط رو بررسی کردم. این تحقیقات منو به فلسفه عشق آگاهانه رسوند که به ساختن رابطه‌های سالم کمک میکنه. عشق آگاهانه ازت میخواد تا زندگی تو به صورت یه سلسله از انتخاب‌ها ببینی، نه یه سری اتفاقات. این کتاب بهت یادآوری میکنه که باید آگاهانه عمل کنی، عادتهای بدتو بشناسی، تکنیک‌های دوستیابی تو اصلاح کنی و به مکالمات مهم رابطه‌هات توجه کنی. دوست من، رابطه‌های عالی ساخته میشن، کشف نمیشن. یه رابطه پایدار به طور خود به خودی اتفاق نمیفته. نتیجه مجموعه‌ای از تصمیم‌های خوبه. از اینکه کی وارد میدون بشی، با کی دوست بشی، چطور از رابطه نادرست بیرون بیای، کی با شخص مناسب مستقر بشی و حتی چیزهای کوچیک دیگه. اگه تصمیم‌های درستی بگیری، یه داستان عشقی فوق‌العاده برای خودت میسازی. اگه تصمیم‌های اشتباهی بگیری، دوباره و دوباره تو همون الگوهای غلط اسیر میشی.